درود بر شما. به کانال سرنوشت خیلی خوش اومدید. یکی از پرونده‌های جنجالی دهه 80 پرونده شهلا جاهد هست. خانومی که با عقد موقت به همسری ناصر محمدخانی در اومد و البته همسر اول ناصر محمدخانی رو به قتل رسوند. ماجرای عجیب که از لحظه قتل که در سال 1381 رخ داد و اعدام شهلا جاهد که 8 سال بعد اتفاق افتاد، ماجراهای عجیبی رو در این سالها تجربه کرد. آخرین جمله شهلا جاهد قبل از اعدام چی بود؟ با کشف پیکر لاله سحرخیزان همسر ناصر محمدخانی روز چهارشنبه 17 مهر ماه سال 81 پیکر لاله سحرخیزان کشف شد. او با ضربات متعدد چاقو در منزل خودش به قتل رسیده بود. پای خدیجه جاهد مشهور به شهلا هم به این پرونده باز شد. خبر قتل همسر ناصر محمدخانی مثل بمب در شهر صدا کرد. صبح روز بعد روزنامه ها از پیدا شدن جسد لاله که با خشم تمام و با 37 ضربه چاقو به قتل رسیده بود نوشتند و حالا همه در جستجوی پاسخ این سوال بودند که چه کسی قاتل لاله هست، هرچند در چنین جنایت‌هایی نخستین مظنون همسر مقتول هست. اما در لحظه وقوع قتل ناصر محمدخانی همراه با تیم پرسپولیس در اردوی آلمان به سر می برد. از طرف دیگه با توجه به نحوه کشته شدن مقتول و اینکه هیچ سرقتی از داخل خونه صورت نگرفته بود، این فرضیه که لاله قربانی انتقام جویی شده مد نظر قرار گرفت و مظنونگیری‌های گسترده پلیس شروع شد. اما تحقیق و بازجویی از همه این مظنونین هم نتونست اسرار جنایت رو فاش کنه تا اینکه حدود 1 ماه بعد مأموران زنی رو شناسایی کردند که کلیدی ترین مظنون جنایت شد. کارآگاهان اداره آگاهی در ابتدا چند نفری از جمله ناصر محمدخانی رو به عنوان مظنون دستگیر کردند، ولی بعد از چند روز با ردگیری حساب ناصر محمدخانی به نام جدیدی برخورد کردند. شهلا جاهد، کسی که یک چک رو به بانک برده بود و از حساب محمدخانی پول برداشت کرده بود. با دستگیری شهلا پرونده رنگ و شکلی دیگر به خودش گرفت. در این میان سوالات و گمانه‌زنی‌های بسیار زیادی درباره گناهکار بودن یا نبودن شهلا جاهد در افکار عمومی به وجود اومد. حدوداً 1 سال بعد از دستگیری شهلا او در بازجویی‌ها اعتراف کرد که علاقه زیادی به ناصر محمدخانی داشته و از طرفی به لاله حسادت می‌کرده و به همین دلیل او رو به قتل رسونده. اما طولی نکشید که همه این اعترافات رو در جلسه دادگاه رد کرد و گفت وقتی در حیات اداره آگاهی با ناصر قدم می‌زدیم او به من گفت 1 ماه دیگه سال روز درگذشت لاله است. او از من خواست به قتل اعتراف کنم تا آبروی او حفظ بشه. ناصر به من گفت برای گرفتن رضایت از اولیای دم یعنی 2 پسرش و پدر و مادر لاله تمام سعی خودش رو خواهد کرد. البته آقای ناصر محمدخانی گفتند که هرگز چنین مکالمه‌ای بین ایشون و شهلا پیش نیومده و آقای ناصر محمدخانی این حرف‌های خانم شهلا جاهد رو قبول ندارن. شهلا جاهد گفته من نمیتونستم مردی رو که اینقدر عاشقش بودم اینطور خار ببینم. من فقط به خاطر اینکه ناصر بیشتر از این اذیت نشه به این قتل اعتراف کردم. بعدها شهلا در جریان رسیدگی به پرونده گفت وقتی فقط 13 ساله بودم عاشق ناصر شدم. من توی خانواده پرجمعیت توی جنوب تهران زندگی می کردم. عاشق فوتبال بودم. بعدش هم عاشق ناصر شدم. میخواستم هر جوری شده ملاقاتش کنم. پرونده شهلا تراژدی عشق، نفرت و حسادته. او زمانی که جوان‌تر بود نه تنها تونست به ملاقات ناصر بره که حتی وارد زندگیش هم شد. مخفیانه به عقد موقت او در اومد و به خونه‌ای نقل مکان کرد که ناصر براش اجاره کرد. اما با همه عشقی که به ناصر داشت، حسادتش به لاله چنان وجودش رو پر کرده بود که اصلاً نمیتونست اونو پنهان کنه، تا جایی که ناصر محمدخانی گفته یک شب که شهلا در غیاب همسر و فرزندانم به منزل من اومده بود، با دیدن چرخ خیاطی که به تازگی برای لاله کادو گرفته بودم چنان عصبانی شد که اون رو روی زمین انداخت و شکست. شهلا از همون روزی که دستگیر شد در بازداشتگاه پلیس به سر می برد و توی این مدت شواهد زیادی به دست اومده بود که نشان میداد او تنها کسیه که راز این جنایت رو میدونه. اولین دلیل این بود که مأموران دفترچه خاطراتی از او کشف کردند که او کارهای روزمره‌اش رو در اون یادداشت می‌کرد.
اما در صفحه‌ای که روز به قتل رسیدن لاله رو نشون میداد، شهلا چیزهایی نوشته بود و بعد اونها رو خط زده بود. این تنها قلم خوردگی بود که در دفترچه خاطرات شهلا به چشم می‌خورد. دومین دلیل، بررسی پرینت تماس‌های شهلا نشون میداد از روزی که ناصر به اردوی آلمان رفته، هر روز و هر چند ساعت یک بار با او تماس می‌گرفته. اما از ساعت 8 غروب روز قبل از این جنایت تا ساعت 10:30 صبح روزی که لاله به قتل رسید هیچ تماسی با ناصر محمدخانی نگرفته. سومین دلیل، گفته‌های ناصر محمدخانی درباره اینکه شهلا چطور به لاله حسادت می‌کرد حکایت از این داشت که اون نسبت به لاله کینه عمیقی به دل داشته و از اینکه برخلاف لاله مجبور بوده مخفیانه در زندگی ناصر حضور داشته باشه رنج می‌برده. چهارمین دلیل، بررسی صحنه جنایت حکایت از این داشت که لاله صبح روز حادثه زمانی که در خواب بوده از طرف قاتل غافلگیر شده. لاله در رو به روی هیچ غریبه‌ای باز نمی‌کرد و بنابراین قاتل برای اجرای نقشش باید با کلید یدکی وارد خونه می‌شد و به گفته ناصر به غیر از اعضای خانواده تنها کسی که کلید یدکی خونه رو داشت شهلا بود. همه این شواهد پلیس و تیم جنایی رو به این نتیجه رسونده بود که قاتل کسی به جز شهلا نیست. البته شهلا اعترافاتش رو در دادگاه پس گرفت، اما این باعث نشد تا قاضی پرونده حکم به بیگناهی او بده و در نهایت حکم قصاص او صادر شد. اگرچه وکیل شهلا به این حکم اعتراض داشت. عبدالصمد خرمشاهی وکیل شهلا گفته ماجرا در 3 یا 4 جلسه پشت سر هم رسیدگی شد و شهلا محکوم به قصاص شد. ما به این مسئله اعتراض کردیم و این پروسه چند سالی ادامه داشت. مرتب حکم لغو میشد و دوباره تایید میشد. ما با توسل به مستندات قانونی که حق قانونی شهلا بود تا زمانی که قانون اجازه داد این روند رو ادامه دادیم و زمانی که دیگر راهی برای اعتراض وجود نداشت و تقریبا تمام مراحل طی شده بود حکم قصاص مجددا صادر شد. وکیل شهلا گفته خانم جاهد هیچ وقت نگفت که مرتکب این قتل شده. من خیلی اصرار داشتم که حقیقت رو به من بگه و به مواردی هم دسترسی پیدا کردم که نشون میداد قتل توسط 2 نفر اتفاق افتاده. مسئله‌ای که برای من روشن بود. من به اینکه شهلا مجرم باشه اعتقادی نداشتم، بلکه بحث شرکت یا معاونت او رو درست میدونستم. البته بحث مشارکت هم بعدها تغییر دادم و بیشتر به نظرم معاونت بود. استدلال و مدارک به قدر کافی برای اثبات این مسئله وجود داشت. این نظر شخصی منه و همچنان بهش معتقدم. اما خانم جاهد صحبتی در مورد اینکه کس دیگری هم اونجا در لحظه قتل حضور داشته نکرد. همه تلاش ها برای گرفتن بخشش بی نتیجه موند و در نهایت بعد از 8 سال و 23 روز در بامداد 10 آذر 1389 یکی از جنجالی ترین پرونده های قتل با اعدام شهلا جاهد بسته شد. اسمت الله جابری قاضی بازنشسته گفته صبح روز اعدام طبق معمول توی هر مراسم اجرای حکم قصاص ما هم حضور پیدا کردیم. هنوز خانواده لاله سحرخیزان و ناصر محمدخانی به ولایت از فرزندانش توی زندان اوین حضور پیدا نکرده بودند. به شهلا جاهد فرصت دادیم تا اگر ناگفته ای یا تقاضایی داره اعلام کنه و اگر ناگفته ای رو بیان می کرد که تأثیر در روند پرونده داشت بنده اجازه داشتم که مراسم اعدام رو به بعد از تحقیقات موکول کنم. آقای جابری گفتن شهلا جاهد اون روز انگار باور نمی کرد که قرار قصاص بشه. باز هم با روحیه همیشگی و با غرور رفتار می کرد و گاهی تمسخرآمیز صحبت می کرد. وکیل شهلا جاهد هم در صحنه حضور داشت و میتونن به صحبتهای من شهادت بدن. خیلی اصرار کردیم که ناگفته هایی که مرتب ایشون در تماس با خبرنگاران ازش صحبت می کرد رو بگه. هیچ حرفی نزد تا اینکه مادر لاله سحرخیزان و ناصر محمدخانی وارد زندان شدند. شهلا وقتی دید قضیه اجرای حکم قصاص جدیه ناگهان سکوت کرد. مادر لاله سحرخیزان از شهلا به خاطر حجمه‌های غیر منصفانه نسبت به لاله سحرخیزان گلایه کرد. همه انتظار داشتیم شهلا مثل بقیه اعدامی‌ها سعی کنه پای چوبه دار خانواده مقتول رو منصرف کنه. او هم همین کار رو کرد. اما رفتار و گفتارهاش باز هم متفاوت بود. او از مادر لاله خواست به خاطر ماه مبارک رمضان از قصاصش چشم پوشی کنه.
اما ماهها از ماه رمضان میگذشت و نزدیکترین ماه محرم بود که 2 ماه هم از ماه محرم گذشته بود. بهش اشاره کردم و گفتم اشتباه میکنی. مجدداً از مادر لاله سحرخیزان خواست به خاطر ماه محرم او رو ببخشه. آقای جابری گفتن شهلا وقتی دید گذشتی در کار نیست، به مادر لاله سحرخیزان نگاه کرد و گفت به خاطر قتل دختر شما عذرخواهی میکنم. دقایقی بعد شهلا بدون اینکه ناگفته هاش رو بیان کنه اعدام شد. روحش شاد و همچنین روح لاله سحرخیزان همسر اول آقای محمدخانی هم شاد. یادشون گرامی. لطفاً شما عزیزان هم یک جمله در مورد این پرونده بنویسید. سپاسگزارم از لطفتون به خاطر لایک این ویدیو. اگه علاقه‌مند هستید که بدونید برای خانم شکیلا خواننده خوب کشورمون چه اتفاقاتی رخ داده، لطفاً روی تصویر این هنرمند عزیز کلیک کنید. سپاسگزارم. مواظب خودتون باشید.